سر بر او فشار می آورد، سری که پر از فکر مثبت، پر از علم، پر از حفظ قرآن و کلمات زیباست، مقاومت می کند، زمین رو باز می کند. از کانال سینی میاد، سینی و قلبی که پر از توحید خدا و ایمان و اخلاص و حب مؤمنین است، اونو فاصله میده. میاد از کانال شکم فاصله بده، دنده هاشو در هم بکوبه. در این شکم مال حرامی نرفته، نمیتونه مقاومت بکنه زمین. میاد از کانال شرمگاهش، بی افتی مرتکب نشده، فاصله میگیره. میره از کانال قدمینش، با دوتا قدمش به جای بد نرفته، جایی که در اون معصیت خدا باشه نرفته، قدم بر نداشته، زمین باز میشه. خداوند پنجره ای رو از بهشت دستور میده براش باز بکنن، همجور منعمه و روح و ریحان و جنت نعیم.